بزرگی نقله که چرا انقدر تئاتر سر یکیه؟ ما اما وقت هم کتابای پدر آوردگی بود از بمبای آورده بود ما یاد میدادن اما عربی کمتر میخوندیم بعد هر سال همون سالها از نظر گذرانی استعدادهای خلق شده بود همین برخاروبه یک کلوب بود همونجا ما هم برآمد میکردیم مهربان نظرش از تئاتر همونجا آمده بود ما شنا شدیم من هم بدیه میخوانه همین سرودهای اکا شریف جورایب از پلاستیک تقلید کرده از یاد کردیم همون سرود بلبلان هم میخوانم دیده من در یک چمن یک آشیان پرصفای بلبلان همون هم میخواهیم بعد همونجا مهربان نظر همچون سردار همون جوری بود ما از همون وقت بعد تئاتر بعد سال 1953 همچون یاردمچی رسام من بودم اول چون اونجا همون وقت آمده بودند از لنینگراد از مسکو رژیسورهای مشهور دوبراون و دوبراونا بودن یک تا تئاتر شناس بود یک تا رژیسور بود ما خود کار میکردم من هم رسامی یاد میگرفتم هم رژیسوری هم اختیاری از همون متخصصایی که از روسیه آمده بودن بعد مهربان اینا رفتم مهربان نظر سر رژیسور شد خطیب وای تا آخر عمرش خطیب بودیم کار کردیم مهربان نظرف خطیب چی مناسبت داشته؟ مهربان نظرف همچون رابر بدی تئاتر بود اون وقتا پیش سردار ریاست صنعت بود ما همچون رژیسور و به صحنه گذاشته بود رستم و سهراب هم اونجا به صحنه گذاشته قشلاق طلایی به صحنه گذاشته بود همون قشلاق طلایی دهه ادبیات و صنعت تاجیک سال 1944 در شهر دوشنبه برپا گردیده بود من در همین دهه قشلاق طلایی خدمتگار دو خواجه نشان داده بودند بعد کنسرت با اشتراک هنرمندان حافظان برجسته از پامیر مهربان نظرش اول سردار ریاست صنعت بود خوب بعد اینجا با گذشت سر رژیسور شده وزیر شد معاون وزیر بود نه سردار و پرولین در ریاست صنعت بود معاون وزیر شده بود کار کرده بودن 8 سال وزیر بود وزیر مدنیت تمام هستیش را برای صنعت قربان کردند سال 1941 دهه ادبیات و صنعت تاجیک در مسکو برپا گردیده بود ما در همونجا در انسامبل بچگانه پامیر تشکیل شده بود این در شاشخور جای داشته بود همونجا ما شنا شدیم با گرمه ذوق بیکو و غژق می نواخت من لپر می خوندم شاه منصور و نازک موقتی از همونجا ما شناس بعد دانشگاه دولتی تئاتری در شهر تاشکند خطی خوانده بودیم من اینا پیش رفته بودن به همون دانشگاه داخل شده بودن من بعدتر رفته بودم ما ارمه بگرفته بودن از شهر خارو خوندیم اونجا ما قبول کردم پخات نوچیلش
همون تیار میکرد مخصوص همون کمتر یک دو ماه خوندیم کمتر کسل شدم. بعد رفتم جواب دادن من از اونجا جواب دادن من رفتم استود سنت تئاتری شهر تاشکند وقتی گرمج زاقبیک و دیگرها در کورس سیم قبول کردن من در مدت همین 2 سال 2.5 سال ما قطع بودیم اونجا تشکیل میکردیم در نزد همون فاکولته خودمون ما کنسرت ها برای تاجیکا تشکیل میکردیم برای آدمایی که در نزد سرحد تاشکند و قزاقستان یک برج بلان اونجا بود. همه وقت هر روزها استراحت ما دعوت میکردن ما برای همون مردم کنسرت نشان میدادیم. انا همینقدر ما تمام کردیم. بعد گرمنج تئاتر به نام لاغوته رفته بود. این مچه های قدیم زن این مچه ها با خالق و نام داشت و هم قدینا رفته بود. ما تعیین شده بودیم سر رژیسور تئاتر به نام مهربان نظر و شهر خاروخ. انا از همونجا بعد تا دهه ادبیات و صنعت تاجیک با اشتراک کردیم. ما در همین دهه با این مناسبت انسامبل ترانه و رقص پامیر تشکیل کرده بودیم. در ناحیه روشان یک رحمت نام کاتب افکان بود. رحمت با کار ایدئولوژی من گفت که روید روشان و تیار کنید همین انسامبل. ما در مدت 45 سال 45 روز انسامبل ترانه و رقص پامیر تشکیل کرده با همراهی محمد نظر آتموف، غلام علی و ترمنواخ همچون رابر و بعد تعیین شد. من رژیسور این حاتموف استاد رقص تیار کردیم. همونجا انسامبل به اشتراک کردیم در دهه سال 1956 با موفقیت کلام برآمد کردیم در مسکو. بعد همون در عرفه همون دکه شده بود کنکورسی فستیوال ششم عمومی جهانی جوانان و دانشجویان در مسکو. اونجا ما لاوریات کنکورس همون فستیوال شده بودیم. لاوریات فستیوال ششم عمومی جهانی جوانان و دانشجویان. من همچون راهبر بدهی بودم. محمد نظر آتم و بالرمیستر. بابای علیرضا در همون انسامبل سال 41 در مسکو شما رفته بوده؟ ما رفته بودیم. من با شما روقته بدهی هم میخواندیم. بله. بعد بابای علیرضا همونجا گفتن که در کتاب نوشته که وقتی شما برآمد میکنید امی به همه معقول میشود خود استالین ایسان سپارش میتید که تکراران همین چیزا بکنند. برآمد کردیم یک قبول مخصوص بود. استالین مخصوص کریملوف که دوباره سیزدو میگویم. همونجا قبول کرد استالین. ما هم اشتراک کرده بودیم. همین بعد شایسته ملا جالو برآمد کرد. استالین از جایش خیست. بعد انسامبل ما یک چیز عمومیت اونجا برآمد کرد. استالین یک چیز سویت رقصی، سویت سرود و رقص اونجا همه برآمد کردن زمان. اما انسامبل استالین همون وقت هم از جایش خیسته قرصخ میزد. من همین مالکوف مسافرشاه قطع ما بود. مزرشاه
در تئاتر کار میکرد و محمد عزیز و میرزا عزیز سانی وای سالهای دراز رهبر بدی تئاتر شده بود همون تئاتر خاروبا محمد عزیز میرزا عزیز خوب یعنی همون کلکتیو اساساً بسیار در آن تاشکند که ما تیار کرده بودیم اکثرت در خارو کار کرده بودن فقط این بچه های بود گرمه زوقبه که در تئاتر اکادمی به نام لاهوتی سانی من بعد از همون دیرکتوری فیلارمون دولتی من چی کرده بودم 10 سال دیرکتور فیلارمون دولتی تاجیکستان کار کردم 4 سال دیرکتور تئاتر به نام لاهوتی اون وقتی که ما کار کرده بود اسپکتاکل های بسیار برجسته رستم و سهراب رومیو و جولیت خدمتگار دو خواجه و دیگر اون وقت زرید در کاسه برای بلیت آچرد می ایستادن من حاضر تماشابی کم چون که اسپکتاکل های برجسته و صحنه گذاشته نمی شوند اما رستم و سهراب الکساندری نام یک رژیسور به صحنه گذاشته بود و اسپکتاکل 210 مرتبه در صحنه رفت خدمتگار دو خواجه با اشتراک بچه های و با 250 مرتبه رفته بود اما اسپکتاکل نمایش میداد خلق اما وقت در تالار تئاتر برام لاته پر بود اما وقت بابای علیرضا همون نقش رستم و گرمینج بازی میکردن نقش رستم و گرمینج زوقبیکوف بازی کرده بود گرمینج بود گرمینج چدن رولین بازی شد اسپکتاکل رستم و سهراب رستم و سهراب در رستم و سهراب و پدر بازی کرده بودم اون وقت یادم با نیست بود لا میو شوخ آدم و دوست مثل گرمنجو سریاز نبودم و دوست نه وای همون قدر شوخ نه یک آدم همه خیلی سریاز نه آدم بود همون این بچه ها بسیار شوخ بود انا مزافرشا شوخ بود مالکو ماکیت چه تات میش تات مبارک شو تات مستمقت ودو چه؟ مبارک شو یو میش آرتیست و تات مستمقت ودو عبدالوهاب عبدالوهاب بود مستمقت ودو نه بود یو چرا اونگه چوری بود خیلی وای همون آبشک و عمومی سویت و خور و اشتراک میکرد عبدالوهاب با برادرش هم بود برادرش همونجا بود اشتراک کرده بود در همون انسامبل در نامره های عمومی سویت رقصی بود رقص های عمومی بودن خور بود خور عمومی بود همونجا اشتراک کرده بودن حاضر یگان تدویه و نماندگی از همون انسامبل آخرین که سال 1956 تشکیل کرده شده بود یک 2-3 تا دختر ماندگی تمام دیگر هیچ کس نمانده است این انسامبل آخرین باز زورتر بود این انسامبل با همین انسامبل ترانه و رقص پامیر ما رفته بودیم در تمام جمهوری های بلتیکا کنسرت نشان میدادیم من هم برنده بودم و هم رهبر همون انسامبل غلام علی رحمتی در مسکو در درون واگن ما از همینجا واگن گرفته بودیم کرا کرده بودیم همون واگن قطع می رفتیم تا مورمنسک ارخانگلسک در همین ینبر با ینبر مورمنسک بودیم همین خیلی ما قبول کردن که به درجه برند همین انسامبل آخری
ماه ینور همه گپ میزدیدم اونجا همون دهان یخ میکردم مورمانسک انا همونجا ما هنرنمایی کرده بودیم یک قریب یک هفته در مورمانسک ارخانگلسک بعد دیگر شهرهای روسیه با گسترول گذراندیم همون یک واگن خاطر خواب میکردیم اونجا مشق میکردیم می برآوردیم همون یک تنگ جا هست که پیش همون کپه ها همونجا مشق میکردیم رپتیس میکردیم بیگانه برآمد میکردیم تمام ولایت ها روسیه ما با همون انسامبل سفر هنری گذرانده بودیم غلام علی ارتیست خلقی استر شده بود برای همون انسامبل ما تیار کردیم و آتم خط دیگر خط و از نام ارتیست خلقی استر گرفت اتوین پخرخ چه بود تمه تو وقتا که آدم بود 41 سال پامیرس که یکم پامیرس دید انسامبل بچگانه پامیر در همونجا اتمه در خوابگاه نیستیم و دوکان دید نیستیم نه من اون در خشتبار داشتم در خاروق لیکن همون انسامبل شاشخارو بود یک اولی پامیره با یک اولی خالی کرده همونجا جای داشت ما مشق میکردیم بعد سالم می آوردیم خاروق با یک کپروک بود یک کپروک جنبان و یک عذاب میگذشتیم همون کپروک خطه پیاده کپروک ماشین نبود اون وقت همون وقت انسامبل یکم انسامبل بچگانه پامیر می رفتیم مشق میکردیم با می آمدیم خاروبه اونجا من خاله داشتم همونجا خواب میکردیم همین پدر آرومبک وزیر فرهنگ ریسپوبلیکا نو آمده بود از فرانک ما همون قطع زندگی کرده بودیم در خانه خاروق همون اشتراک میکردیم از انسامبل پامیر با یک عذاب یک سیمن و کپروک بود همون قطع میگذشتیم یکان کپروک درست نبود همون وقت یا غلی سکویت مکی یا غلی سکویت لقت حاضر نیست که حاضر همون اتریاد پامیر با کپروک هست حاضر پایانتر کپروک هست با کپروک نو می شود چیزوی چیزی که در کور گرفتیم همون چیز در کوره را گرفتیم شو تمام حالا استاد قینم تو جا ها حالا نه بسیار باشم با قین هر چیز در کوره تا بود یا پرزو